صبح پنجشنبه بود. تو رخت خوابم بودم و تو فکر این که امروز و فردا چیکار کنم. یا مامان فریاد زد بیا صبحونه‌تو کوفت کن. همه اومدن. تنها تو موندی. بعدن خبری از صبحونه نیست. خواهر و برادر دور هم صبحونه می‌خوردن و درباره اینکه فردا کجا بریم و چیکار کنیم حرف می‌زدن. صبحونه رو که خوردیم رفتیم پیش بابا. بابا گفت فردا می‌خواین چیکار کنیم؟ میریم خونه عمو یا خونه دایی؟ همه نظرمون این شده بود که بریم خونه عمو. خواهر برادر همه نظرمون این بود، ولی این وسط تنها کسی که نظرش با ما نبود مادر بود. دستش رو کمرش بود و رو به بابا گفت میریم خونه دایی. ولی ما نادیده گرفتیم و قرار بود فردا جمعه بریم خونه عمو. بالاخره فردا صبح وسایلمو که جمع کردم و با چهره خسته و نخوابیده اومدم که صبحونه بخوریم و راه بیفتیم بریم خونه عمو. همون دم پله مامان گفت رو کرد به همون و گفت صبحونه‌تون رو زود بخوریم بریم خونه دایی. همه ساکت شدیم و منتظر حرف بابا بودم. نگاهی بابا کردم، سرشو برد زیر روزنامه و گفت به من هیچ ربطی نداره، هر کجا دوست داشتین بریم. منم یکم فکر کردم و گفتم مگه قرار نبود بریم خونه عمو؟ الان چطور نظر همه عوض شده؟ دونستم که دموکراسی و پاکی همش کشکه. تمام امور و کارهای ملت از صبح جمعه تا شب توی یه اتاقای تاریک به دور از چشم ملت پیش میره. یعنی هر نظری و هر چیزی باشه از شب تا صبح نظر عوض